هم گیاه مگه که هم میرسد گرفته همونو برگ همونو قاق میکنن قاق کرده مایده میکنن بعد در وای همون مثال 10 کیلو 300 گرم یا 400 گرم خاکستری بیده یا که تیرک است یا که از ارچه همراه میکنن آب قطعی ایلاوه کرده میشورن میشه نوس تیار همینقدر است. همینقدر مثلا اونم بعد ببین که اینجا نوسی ایرپورت نوسی چخوف و زیرا نوس همینو یک دیگر چی فرق دارن؟ فرقش همین که مثال کدام در کدام محله جایگیر شده است مثال ایرپورت دیگه در محله ایرپورت است کابل مثال در محله کابل نیست همین کجا که مثال استقامت میکنه نو میخوام میگذاره که ما هم خیلی نوست تیار میکنم این همه قدر یعنی این یگون فرقی نداره گیاه هم یک گیاه است هم است این فرق این نوسی کلوله از خاکه ایش چی فرق داره؟ فرقیتش همین که مثال نوسی کلره را سیتکه قطعی تیار میکنن میشورن خمیر برین بعد چیزوش داروگیش مثال میزنه که مثال تاکه زمانش نزنه یا که دیگر چی نشه نوس خاکه باشن هم تیار فقط آب ایلاوه میکنه تمام هیچ دیگه فرقیت نیست اما اسیدکه که گذارم اومده اما لونده چه شده میفره میگیرن مثال بعضی دندون ندارن مثال نوسی هم لونده دکوره بعضی که مثال دندونش پر است و نوس خاکه میکشد همین گیاهش مثلا در چقدر وقت پرورش مییابد مثلا؟ خاک وای وابسته به همون پرورش کردنش است که وای را خاکستر میزنن مهنت میکنن نرکینی وای را میچیند همه وای را مهنت میکنن که شیره نزند گفتی وای که وای برگ خاک شود وقتی که برگ رسیده که همه کبود میچیند خاک میکند در سایگی میگیرد ارد میکند این اساساً مثلی نمیدونم جوگوری و امینو برین میکنم وای پرنی کرده میشینونن اما پرنی که تیار شد میگیرد کش کشیده مانند چیز برین پمیدور برین دیگر این چیز میگیم پمیدور و دیگر محصولات های خارجی قشلاقه اونجا میشنودن میگیره کش کشیده یعنی دیگر یکم چیز نداره وقتش ساعتش قدی بیخش نرم میکنه تربیه میکنه